علیرضا فغانی که یک دست سیاه پوشیده در سوت خودش میدمه و اعلام میکنه که اولین بازی ما بعد از 5 ماه و نیم و اون گذر تلخ از جام ملت‌های آسیای 2019 امارات قرار هست که آغاز بشه. عمق برای علیرضا جهانبخش، اولین حرکت از بازیکنان ما، ارسال توپ رامین رضاییان و اولین حرکت روی دروازه سوریها. کریم انصاری فرد هست که در این صحنه نقش بسزایی داشت، در واقع به اردوی این دفعه دعوت نشده، یعنی خودش نخواسته ظاهراً. یه ضربه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. یه بار دیگه ارسال توپ برای رضاییان، با ضربه سر توپ رو میفرسته برای استفاده احتمالی طارمی و بعدش کریم که هیچ کدوم نبودن در اون منطقه. خیلی فرصت ابراز وجود پیدا نکرده. عمر سوما خودش یه تو سر توپ جا میذاره بازیکن رو در رو. حالا موقعیت برای ارسال توپ، فرصت برای سوریه. این ضربه سر که میتونست خطرناک باشه، ضربه سر عمر سوما یه لحظه بلند شد، سرم زد تو چارچوب دروازه بیرانبند نبود. این چهره عمر سوما سری برای وحید امیری، رو پای چپ میفرسته به روی دروازه، در شلوغی میکاره برای طارمی. قبلش سوت داور به صدا در اومده بود، پرچم هم زدن اینور و باینوساف توپ هم گرفت. سومین تجربه ملی او هست، بازیکن 33 ساله. فرصت هست برای ایران توی دروازه. گل اول رو علیرضا جهانبخش میزنه. یک بار دیگه ببینیم، اونجا جا گذاشت، اومد با این بغل پا دور از دستای دروازه‌بان. علیرضا جهانبخش یه توپ‌ربایی خوب رو انجام داد. در واقع 7مین گل او بود در 48مین باری که پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمون رو به تن میکنه. 7مین گل ملی علیرضا جهانبخش، اولین گل تیم تحت هدایت مارک ویلموتس هم هست. حاج صفی بازی سرعت گرفته در این دقایق. 37مین دقیقه بازی، یک گل عالی، فرصت هست. حیفه که این توپ و این پاس گل نشه و میشه. مهدی طارمی حساب کار رو 2-0 میکنه. چقدر عالی پاس پشت پا رو داد و این پاس پشت پا بود که در واقع باعث شد دروازه باز بشه. حیف بود که پاس پشت پای کریم انصاری فرد تبدیل به گل نشه. قدرش رو خوب دونست و توپو گل کرد طارمی. عالی بود این حرکت. مربیگری او از سال 2012 تا 2016 به حساب میاد. آقای ویلموتس در آفساید بود، کریم انصاری فرد در آفساید بود. یه دریبل عالی برمیگرده انصاری فرد، پاسش هم فوق العاده است. حالا میبرن به سمت چپ، اگه بتونه حرکت انجام بشه. طارمی ضربه و دستهای احمد مدنی. یه فرصت، یه برگشت، پاس تو دری که حالا میرسه به دروازه‌بان. اصلا پرچمی هم بالا نرفته بود، آفسایدی هم نبود. اگه وحید امیری میتونست این فرار خودش رو تکمیل بکنه. حالا از راه میرسه، جهانبخش توپ هم گرفته، خطایی هم در کار نبوده. خود جهانبخش در عرض، فرصت هست برای کریم، میخوره به پشت پای وحید امیری و آفساید. وحید امیری در آفساید قرار داشت. یه بار دیگه فرصت هست، خودشو پرت میکنه به سمت توپ کریم انصاری فرد. یه حرکت توپ‌ربایی عالی از علیرضا جهانبخش. خود جهانبخش میفرسته روی تیر دو، اونجا خیز برداشته بود. چقدر هوشیار بود این بازیکن تعویضی حمید میدو. یه حرکت میلاد محمدی، پاس رو به عقبش برای امیری، رو توپ اثر میگذارن. این قیچی برگردونه توی دروازه.
یه گل تماشایی از مهدی طارمی حساب کار رو 3-0 میکنه و مهدی طارمی رو 2 گله در این مسابقه. ارسال توپ از امیری به روی دروازه، اثر ناقص روی توپ، نشست قشنگ رو پای طارمی و تبدیل شد به گل. 18مین گل ملی مهدی طارمی در 41مین باری که پیراهن تیم ملی رو به تن کرده. یه بار دیگه بازیکن سوریه 1 و 2، یه لحظه و نوک انگشتان بیرانوند. آفرین علیرضا بیرانوند، این 1 و 2 رو عالی انجام دادن. خود فراز خطیب اومد دفاع ما رو شکاف. طارمی بعد از گلایی که زده حالا اعتماد به نفسش هم بالاتر هم رفته، یه لحظه کریم رو صاحب توپ میکنه، از پاش جدا شد. درستی بله، وریا غفوریه، کاورش هم در آورد. یه فرصت هست، میلاد محمدی تو سر توپش میفرسته به روی دروازه، عالی فرستاد میلاد. از صمیم قلب آرزو میکنیم که هم کادر فنی هم تیم ملی و هم به خصوص وحید هاشمیان هم در قالب اون موفق باشن. با توجه به عقبه و پیشینه‌ای که داره میتونه موفق باشه. یه فرصت هست برای کریم انصاری فرد میزنه و امروز روز او برای ضربه تمام کننده نبوده، حداقل به اون زیبایی که اون پاس گل رو داد. غفوری بازیکن آماده این فصل تیم استقلال هم میاد که بازی بکنه. ارسال تو به روی دروازه و چه ضربه سری، چه ضربه سری. امروز روز این بازیکن مهدی طارمیه، هتریک میکنه. یعنی در بین بازیکنان تیم ملی برای مهدی طارمی ویژه ترین شبش به حساب خواهد اومد با 3 گلی که وارد دروازه سوریه کرد. با سر زد، قیچی برگردون زد، تک به تک گل کرد دیگه، هر کاری دلش خواست کرد مهدی طارمی. و جالب اینجاست که احمد مدنی این توپ رو هم نتونست واکنش نشون بده. یه لحظه هم قاطی کردن با مدافع خودشون و طارمی 19مین گل ملیش رو به ثبت رسوند. تعویض بعدی اللهیار صیادمنش هست. بله، او هم میاد در آغوش مربی جدید تیم ملی قرار میگیره. او هم جای کریم انصاری فرد به بازی میاد. افتخار بزرگی است برای او در این سن و سال که اولین تجربه ملیش ولو 10-12 دقیقه بیشترم طول نکشه. آرزو میکنیم که او هم برای فوتبال کشورمون افتخار آفرین بشه و بتونه جزو بازیکنان بزرگ ما بشه. به کریم انصاری فردم خسته نباشید میگیم. مربی اسپانیایی و دستیار اول آقای، یه فرصت هست، این موقعیت صیادمنش، اولین توپ جدی بود که دشت کرد به عقب. حاج صفی یه فرار از سمت راست خودش رو میرسونه. وریا هر طور که شده، خود وریا پاس رو به عقب، یه موقعیت برای گل 5م. نه، ایران بلند به روی دروازه، اینم گل 5م، اینم گل 5م. یه نتیجه عجیب و جالبه. اللهیار صیادمنش به فاصله بعد از چند دقیقه حضور با در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون اولین گل ملیش رو هم میزنه و این اولین گل ملیش هم در قبل از با سن 18 سالگی براش رخ میده. روی تیر 1 چه ضربه سری زد، چه ارسالی رو حاج صفی انجام داد، چه جایگیری داشت. حساب کار 5-0 میشه. حالا یه لحظه توپ رو فراز خطیب میگیره، تک به تک میشه. ببینیم بیرانوند میذاره کلین شیتش باطل بشه؟ نه، نمیذاره. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد. گام اول رو ایران با مارک ویلموتس محکم برمیداره، امیدبخش برمیداره.